در کنار یک دیگر از شاگردای مدرسه قرار داریم. یک حدیث بسیار زیبا از اینا میشنویم، با ما باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنا جمعی هستم، یک تن از دانش آموزان مدرسه تعلیم القرآن مفلحون. حدیثی را که برای شما ارائه می نمایم درباره پوشاندن عیب دیگران می باشد. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من ستر مسلما سترت الله یوم القیامه. ترجمه: کسی که عیب کسی را می پوشاند خداوند در روز قیامت عیب او را می پوشاند. مثلا یعنی ما وقتی که یک عیب یک خواهر یک دوست خود میبینیم باید به خودش بگوییم و عیبش افشا نکنیم تا خداوند در روز قیامت عیب ما را بپوشاند. جزاکم الله خیر.